روادیان چه کسانی از چه قومی بودند؟ لغتنامه دهخدا: روادیان سلسله‌ای از امرای محلی آذربایجان بودند. این خاندان که اصلاً از مهاجران عرب بودند، نسب خود را به رواد ابن مثنی الازدی می‌رساندند که در عهد خلافت ابوجعفر منصور عباسی از جانب والی آذربایجان حکومت تبریز و نواحی آن را یافته بود و فرزندانش از اواسط قرن سوم قدرتی حاصل کردند و یکی از افراد آن خاندان به نام ابوالهیجا تمام آذربایجان را از وجود دشمنان خود صاف کرد و پسرش مملان با ارمنیان و گرجیان جنگ‌هایی کرد و فتوحاتی حاصل نمود. پسر مملان یعنی ابو منصور وحسودان از حدود سال 410 هجری قمری به بعد پادشاه آذربایجان بود و اوست که قطران شاعر مشهور را در دربار خود داشت. ابن اسودان در حمله طغرل به آذربایجان از میان رفت و دیگر خبری از او در دست نیست. لیکن پسرانش ابونصر مملان و ابوالهیجا منوچهر و ابوالقاسم عبد بعد از او مشهورند و ابونصر مملان به نهسودان به فرمان طغرل در سال 450 به جای پدر بر تخت امارت آذربایجان نشست. قطران شاعر این هر سه پسر را مدح گفته است. از تاریخ ادبیات صفا جلد 2 صفحه 44 با رجوع به شهریاران گمنام تالیف احمد کسروی چاباب 2 از صفحه 148 به بعد. روادیانی که از سال 955 الی 1071 میلادی در آذربایجان و تبریز حکومت کردند، عرب قحطانی بودند و به کردهای مهاجره کولی هندی جاعل تاریخ هیچ ربطی ندارند.